ما آدما واقعا مشخص نیست که با خودمون چندیم. یه روز از خدا میخوایم که یه چیزی رو بهمون بده، فراش یه طوری رفتار میکنیم که اصلا انگار خدایی وجود نداره. خب اگه میدونیم که خدایی هست، پس چرا اینجور رفتار میکنیم؟ حتی اگه توی سخت‌ترین قسمت زندگیمون هم هستیم، بازم نباید اینطور رفتار کنیم. ناامیدی یعنی اینکه باور نداریم که خدایی وجود داره که ما رو میبینه، که میتونه کمکمون کنه. اگه خداوندی هست، اگه خداوند قادر مطلقه و میتونه به ما کمک کنه، پس ناامیدی اصلا معنایی نداره. دیگه از چی میترسیم؟ شاید خیلی‌ها بگن که اگه خدا وجود داره، پس چرا فلان اتفاق برای من افتاد؟ چرا کمکم نمیکنه از این اتفاق خارج بشم؟ در جواب این باید گفت که شاید اون اتفاقات بدی که افتاده واقعا هم بد نباشن و ما الان صرفا فکر میکنیم که بدن. مثلا یه نفر یه عزیزی رو از دست میده و خیلی ناراحته و میگه اگه خدا وجود داره چرا این اتفاق واسش افتاده؟ اولا که خب اینکه آدم بخواد از این دنیا بره، خب یه چیزی که واسه هممون اتفاق میفته دیر یا زود. ولی این تصور رو آدم باید انجام بده که مثلا شاید توی تقدیر اون آدم دو تا حالت وجود داشته. توی یه حالت این بوده که توی یک حالت خیلی غم انگیز و ناراحت کننده بخواد از دنیا بره. حالت دومش این بوده که چند سال زودتر بخواد از این دنیا بره، خب ولی توی شرایط اوکی از دنیا بره و اون زجر رو نکشه و واسهش تعیین شده بوده که توی این یکی حالت از دنیا بره. و وقتی که توی این حالت این آدم از این دنیا میره، خب قطعا بعدش خودش کلی سپاسگزار خواهد بود که مرسی که اون مسیر دومی واسم انتخاب نشد. ولی عزیزای این آدم میان میگن با این آدم از دست رفت، چرا اینجور شد، چرا اونجور شد. در واقع خیلی وقتا اصلا انگار آدم فراموش میکنه که اون دنیایی هم وجود داره. تا حالا نشده که یه اتفاق بد برات بیفته و چند سال بعد ببینی که اون اتفاق بد چقدر برات خوب بوده، یا اون اتفاق بد چقدر منشأ خوبی بوده واسه تو، یا اینکه یه اتفاقی واسط بیفته که تو کلا ناامید بشی ولی یه مدتی بعدش ببینی که به صورت کاملا ناخودآگاه اصلا حل شده، رفع شده. اصلا اگه زندگی بدون اتفاق بد معنا میده، اگه اتفاق بدی نباشه اتفاق خوب چه معنی داره؟ آدم هر چیزی رو با ضدشه که میشناسه. همونطور که آدم زندگی رو از درک مرگی که میشناسه، همونطور که شادی در مقابل غمه که معنادار میشه، همونطور که وفاداری در مقابل خیانته که معنادار میشه. اتفاقای خوب هم با وجود اتفاقای بدی که معنادار میشن. اصلا اگه قرار باشه توی این دنیا از اول تا آخر شادی کنیم و لذت ببریم، میشه بهم بگی دلیل خلقت این دنیا اصلا دیگه چی میتونه باشه؟ پس آدم کجا باید مورد امتحان قرار بگیره؟ اگه شرایط سخت، شرایط دشوار وجود نداشته باشه، پس صبر آدم کی امتحان میشه؟ اگه ظلم وجود نداشته باشه، آدم کی میتونه از خودگذشتگی و ایثار و همدردیشو نشون بده؟ اگه سختی وجود نداشته باشه، آدم کی میتونه وفاداریشو نشون بده؟ اگه دردی وجود نداشته باشه، آدم کی میتونه همدردیشو نشون بده؟ اگه شرایط سخت وجود نداشته باشه، آدم کی میتونه تلاششو نشون بده؟ تو بهم بگو که زندگی بدون صبر، تلاش، از خودگذشتگی، همدردی، وفاداری، ایثار چه معنایی داره؟ اصلا اگه امتحانی وجود نداشته باشه، پاداش چه معنایی داره؟ پاداش بابت کار نکرده بیهوده به نظر نمیرسه. بهتر نیست پاداش با توجه به لیاقت آدما و با توجه به اون کاری که کردن داده بشه؟ زندگی همینه. شاید سراسر خوبی و خوشی و تفریح و لذت نباشه، ولی خب زندگی اینجوریه که معنا پیدا میکنه. ولی یه چیزی که خیلی مهمه که یادمون نره اینه: طرز فکر ما نسبت به اتفاقاته که اونها رو برای ما ترجمه میکنه. یه اتفاق یکسان برای دو نفر متفاوت میتونه به دو شکل کاملا متفاوتی درک بشه. میتونه برای یکیشون آینده ساز و زیبا باشه، میتونه برای اون یکی یک اتفاق دردناک و مخرب باشه. نوع دید آدما میتونه اتفاقات و نتایج اونها رو براشون تغییر بده. من مصطفی هستم و خوش اومدید به قسمت 72 برنامه عجایب قرآن. توی این برنامه براتون از پشت پرده قرآن مطالبی رو میگم که مطمئنم اکثرتون چیزی راجبش نشینید و کسی هم نمیاد از این زاویه این چیزا رو براتون تعریف کنه. فقط تا یادم نرفته خوشحال میشم که ویدیو رو لایک بکنید، کانال رو سابسکرایب داشته باشید تا با قسمت‌های بعدی مهمون شما باشم. و اگه نظری، صحبتی، چیزی هم دارید خیلی خوشحال میشم که توی کامنت ها بهم بگید. سوره‌ای که امروز شروع می‌کنم به نوشتن اسمش هست سوره فاطر. سوره فاطر 43مین سوره‌ای که به پیامبر نازل میشه.
امروز 6 آیه اول این سوره رو می‌نویسم و در مورد این 6 آیه اولش شأن نزول خاصی رو پیدا نکردم، ولی آیه دومش یکی از آیات معروف این سوره هستش که توی اون خداوند میگه که اگه خداوند بخواد به کسی خیری رو برسونه، هیچ کسی نمیتونه جلوی این خیر رو بگیره و اگه بخواد چیزی رو از کسی دریغ بکنه، کسی نمیتونه مانع این کار بشه. خب میرسیم به زیباترین قسمت این ویدیو. فقط یه بار دیگه واسه اونایی که اولین باره که برنامه عجب قرآن رو میبینن بگم که این قسمت با صدای زیبا و دلنشین آقای بهروز رضوی پخش میشه و ازتون خواهش میکنم که لطفاً غرق صدای زیبای ایشون نشید و گوش بدید ببینید که خداوند تو این قسمت از قرآن چی میگه. برای این قسمت من فقط ترجمه فارسیش رو قرار دادم برای اینکه راحت‌تر متوجه بشید که چی میگه و قسمت خیلی کوتاهیه، در 2-3 دقیقه است و فقط ترجمه فارسی قرآنی که داره پخش میشه و حتما گوش بدید تا با گوش دادن به این قسمت توی ثواب نوشتن قرآن با من شریک بشید. و یادتون نره که ویدیو رو لایک بکنید، کانال رو سابسکرایب داشته باشید، نظر چیزی داشتید داخل کامنت رو بهم بگید. اگه آدمی هم هستید که حوصله نوشتن کامنت نداره هیچ اشکالی نداره، خیلی کوتاه واسه من بنویسید الله اکبر، من با خوندن کامنت شما کلی ازتون انرژی میگیرم و برای قسمت بعدی میتونم که با انرژی خیلی بهتری ویدیو رو درست بکنم. مرسی که تا اینجا من بودید، دوستتون دارم. فعلا. به نام الله که بخشاینده و با رحمت است. ستایش مخصوص خدایی است که آفریننده آسمان ها و زمین است، همان خدایی که فرشتگان را رسولانی قرار داده که صاحب بالهای دوگانه و سگانه و چهارگانه اند، دارای توانایی های مختلف هستند. هرچه بخواهد در آفرینش می افزاید و خداوند بر هر کاری تواناست. رحمتی را که خداوند برای مردم بگشاید کسی نمیتواند از آن جلوگیری کند و چیزی را که خداوند جلوگیری نماید کسی غیر از او نمیتواند آن را به مردم برساند. بدانید که او قدرتمند حکیم است. ای مردم، نعمت خدا بر خودتان را به یاد آورید. آیا خالقی به جز خدا هست تا شما را از آسمان و زمین روزی دهد؟ هیچ معبودی جز او نیست، پس چرا از مسیر حق منحرف می شوید؟ ای پیامبر، اگر تو را تکذیب می کنند بدان که پیامبران قبل از تو را نیز تکذیب کردند، بدان که سرانجام همه کارها به خدا باز می گردد. ای مردم، وعده خداوند حق است. مراقب باشید زندگی دنیا شما را نفریبد و شیطان شما را نسبت به خداوند بزرگ مغرور نکند. به راستی شیطان دشمن شماست، شما هم دشمن او باشید. بدانید که او همواره پیروانش را دعوت می کند تا از دوزخیان باشند. راست گفت خداوند بلند مرتبه و عظیم.